میگه اینو من پیدا نمیکنم، میرن دم خونم و خانواده‌ام اذیت میکنن. عزیزم الان صلاح نیست بری خونه. من یه جا قایم شم بریز از سر خانواده بدبختم. صلاح اینه. پسر حروم لقمت زده وحیدو کشته. چی میگن اینا بابا؟ فرزاد چی کار کردی؟ نذارید بفهمش خونشون چه خبر بوده. یه دوست قدیمی دارم که وکیل بازنشسته است. پسر ناصر رو برداشته برده شکایت کردن ازش. حامد احمد برادر بزرگی وحید مرخصی گرفته از زندان اومده سر خاک. الان شما رو اینجا ببینه یه جرم قتل میاد تو جرم قبلیش. الان فرزاد قتل نکرده؟ قتل عمد نکرد. مجرم دیگه داره و با فرزاد صحبت کن بره خودشو معرفی کن. حکمش قصاص نیست. زدید داداش منو کشته دیگه. فرزاد وحیدو نکشته. از نظر من اون کشته اون قاتله. وحید زنده میشه. بی‌شرفم اگه جلو چشاتون مثل سگ نکشمش و جنازه‌شم آتیش نزنم. کی اونجاست؟ درو چرا بستی؟ به من میگی بیا بیرون پادگان کار واجبی دارم. اومدی اینجا اسلحه بدزدی؟ من دیدم حالت بده گفتم بیام بیرون شاید کار واجبی داشته باشی. نمیدونستم میخوای دورم بزنی. فتحی خدا شاید نمیخواستم دورت بزنم. چجوری اومدی تو پادگان؟ دیوار باغ پشتی پریدم تو. برف از من بر نمیگشتم. میدونی اسلحه برمی داشتی میبردی پدر صاحب بچه من در میآوردن؟ داداشمو کشتن. قاتلش گم و گور شده. به مرگ مادرم نمیخواستم کسی رو بزنم. فقط میخواستم بترسونمشون. بیاد خودشون نشون بده. چرت پرتا چیه به هم میبافی؟ اگه شهر هرت اینجا. فتحی بذار من برم. به جون بابام یکی دو روزه برمیگردونم نمیذارم هیچی بفهمه. اصلا نمیفهمی من دارم چی میگم نه؟ یه دقیقه بهت فرصت میدم هر چی بعدش به سر جاش. آقا فتحی ببین ریمو تاجیر خطر دستن حامد. میدونی اگه دکمه‌ش رو بزنم زیر 10 ثانیه 50 نفر میریزن اینجا. جان بچت بذار من برم. تنها لطفی که بهت میکنم به خاطر داغی که داری فعلا گزارش نمیکنم که اگه حفاظت بفهمه داری چه غلطی میکنی حالا باید به زندان حشمتیه. میذاری سر جاش دکمه آجوری بزنم. به جون همون یه دونه بچه‌م میزنم حامد. بزنم؟ ماهان من دارم میرم. مرخصیم تمام شده باید خودم معرفی کنم. مامان خداحافظ. داری میری؟ ساعت 8 باید خودم معرفی کنم. یه سیگار روشن کن بکش. روشن کن دیدم یواشکی میکش. کی تموم میشه این زندان کوفتی برگردی پیشم؟ شاکی خصوصیه دیگه باید پولشو بدیم. تو نیستی؟ وحیدم که دیگه هیچ وقت نیست. خیلی تنها شدم. حواست به مامان باشه. نه حرف میزنه نه گریه میکنه. به خودم میترسم سکته کنم. حواسم هست. اصلا مامان وحید رو یه جوری دیگه دوست داشت. میدیدش از ته دل ذوق میکرد. ولی بابا تو رو بیشتر دوست داشت. من عاشق وحید بودم. دلگرمی بود برام.
حامد من که اون تو دست بالم بسته است. این فرزاده رو نذاری قصه در بره ها. پیداش میکنم. من دیگه برم. بس موتور وحید از یه جایی برسونه. نه بابا میرسونه. بنده خدا نیم ساعتی سر کوچه معطل. حامد تو از سیم خیالم راحته ها. مواظب همه باش. دلم خیلی وحید تنگ شد. خدافظ. بفرمایید. دمت گرم. امر دیگه باشه. این 2 سیب لعنا داداش. 70 کیلو وزنته، 2 کیلو لباسات، 68 کیلو رو داری. کی بود؟ به تو چه؟ شب بخیر عزیزمو زدی و یه ماچ هم تنگش دیگه تا صبح کیفت کوکه نه؟ چرت و پرت نگو. تو نگاه رو خیلی دوست داری. از کجا میدونی؟ یه حالی شدی من تا حالا اینجوری ندیده بودمت. چجوری؟ یه خرکیفی باحالی داری دیگه. وقتی اسمش میفته رو گوشیت نیشه تا اینجا باز میشه. میخوای بگیریش نه؟ وعده در نیار دیگه. میخوای بگیری برو بگیر. اصلا پسر بگیرش خوبه. ببین یه عروسی بگیر مسخوریم منم این لاشخور ماشخورا رو بریزم وسط 48 ساعت تو هم بلولیم. عروسی آقا وحید، عروسی آقا وحید. ببین دیجی میشناسه هم میاد کار در میاره. همه بالا. قبل اینکه دیجی خوب بگیری همه بالا دیس اوپ بیا بریم اول ببینیم به ما میدنش. تو این بیشواری بازار پسر به این خفنی از خداش هم باشه هر کاس باشی بخواد دخترشو بده به تو. اینا رو جلو نگار بگی جرت میده ها. من خدایی هیچ رقم تو کتم نمیره تو بری به طرف بگی دوستت دارم. خدایی داره بهش گفتی. سر نزن تو مسائل خصوصی هم دخالت نکن. اینقدر هندونه نخور تو سابقت خرابه. اخلاقی که باختی ولی دوماچی چه دومادی بشی. خامه فکر کنم داره بارون میگیری. نه بابا به جونه تو 1-2 تا قطره ریخ شما توهم زدی بابا چی میگی؟ داره میگیره باشه بودو حامد بشین اونجا فردا مامان با همون لافت و شکا آویزونت میکنه. بالاخره پیداش کردم. صراف بستری نو برای سرمایه گذاری در طلا و ارزهای دیجیتال. نصب با شماره گیری ستاره 500 ستاره 500 مربع. بفرمایید. خیلی ممنون. دست شما بیا بابا بشین یه چایی بخوریم. دست شما درد نکنه. بشین ولش کن داره بشین. این شب اینقدر دیر اومدی نتونستیم یه 2 کلمه با هم حرف بزنیم. ببخشید خیلی درگیر بودم. حالا خود شکر خدا الان اوضاع خیلی بهتره.
همه که جرمش قتل هم نیست خودش کلیه. آره ولی بعد زندانشو بره دیگه. کله شقی تو اون داره دیگه بابا. تقصیر وحید و دوستاش بود. از وقتی راه افتادیم دنبال دعوا بودن. ولی من نمیدونم این آقا ناصر هر چقدر خودش آروم و بی سر صداست پسراش برعکسشن. حالا سر چی دعواشون شد؟ نمیدونم. بخشید. بله. سلام. بله خوبین. خیلی ممنون. چیزی شده؟ نمیشه پشت تلفن بگید؟ باشه آدرس بر من میفرستی من الان میام. خداحافظ. بابا جون من میرم پیجا برمیگردم. کی بود؟ برمیگردم بهتون میگم. الو نگار. سلام. من تازه رسیدم پاتو. کی جواب نداد؟ آها بچه ها رفتن بیرون. فرزادم همین الان به زور خوابش بود. صبوحی کیه؟ حامد چی شده؟ کجاست؟ تو اتاق وحید چیزی شده؟ میگم بابا بیا بریم. کجا؟ زنگ زدم باید بریم آگاهی. چی شده؟ نه گفتن فقط گفت فوراً با بابات بیاید اینجا. بپوش بیا من در منتظرم. همینجاست. ممنون. آقای صبوحی. بیا بابا. آقای صبوحی. سلام. خوبی؟ ممنون. یه چند لحظه تو اتاق بشین الان میام صحبت. چیزی شده؟ میام صحبت میکنم. سلام. چرا گوشیتو جواب نمیدی؟ چی شده؟ نگار جون چی شده؟ نگار چی شده؟ ها؟
خب حرف بزن ببینم چی شده. نگار 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 جان نگار چی شده؟ نگار میشه یه چیزی بگی؟ شده که پشت تلفن گفتید شرایط پرونده تغییر کرده؟ امروز صبح گزارش نهایی پزشک قانونی اومده. علت مرگ صدمات ناشی از تصادف نیست. پس چیه؟ ضربات ممتد به سر که باعث شکستگی جمجمه، خونریزی مغزی و در نهایت مرگ مغزی شده در علت مرگ تشخیص داده. ضربات به سر چیه دیگه؟ شاهدایی که اونجا بودن از جمله دوستای خودت گفتن قبل تصادف تو درگیری فرزاد چند تا مشت زده تو سر وحید که پزشکی قانونی همون ضربات علت مرگ تشخیص داده. فرزاد با مشت زده تو سر وحید اما بله. حالا تکلیف چیه؟ الان دیگه جرم فرزاد قتل عمده، نه غیر عمد. مثلا یعنی اعدامش میکنن دیگه، نه؟ چون قتل عمده. اگه قاضی تشخیص بده بله. حالا اگه شما هم نتونید پیداش کنید من خودم گیرش میارم. من هر کاری میکنم این اعدام شه. این طرف های مغازه های چاپ فوری میشناسین؟ موشید خاموش باشه بهتره. احتمال داره از این باید ردشو بزنن. یکم آب بخور. نگار باش برو یه جا خودتو گامو گور کن. باش آزاد باش الیزا نشستی اینجا نباید حرف بزنم. میفهمی چی میاد دیگم؟ سرت ننداز پایین بگیرن اعدام میکنن. فکرامونو بکنیم ببینیم چیکار باید بکنیم. چیکار کنیم؟ تموم شد و رفت. وکیل گفت جرمش قتل عمده. چیکار کنیم بابا چرا همتون لال بودی گرفتی؟ نگار جان ما الان باید چی کار کنیم که نکردیم؟ منم میگم فرزاد باید بره. کجا؟ هر جا باید بره. اون از خونه وحید نمیگذرن. خدا هم بیاد رو زمین ولش نمیکنن. داداش شاهین. داداش من چی؟ مگه شهروز ارمنستان نیست؟ فرزادم بره پیشمون. نه ویزا میخواد نه دردسری داره. آره راست میگه. زنگ بزنی به شهروز. برو پیش شهروز. زنگ بزن شاهین. زنگ بزن دیگه چه نشستی؟ باشه دیگه همین الان گفت. من هیچ جا نمیرم. تو بی خود میکنی. مگه دست خودته؟ من میخوام بگیرم بندازن زندان دیگه دست من. بدبخت نمیخوام بگیرن بندازن زندان. میخوام بگیرن اعدامت کنن. هر چی خدا هیچ نمیفهمه. هیچ نمیفهمه. فرزاد با کی داری لج میکنی؟ با لج چی؟ داری لج میکنی دیگه. من برم سر خانواده‌ام چه بلایی میارن؟ هیچ بلایی. وقتی ببینن تو دیگه اونجا نمیری کاری باشون ندارن. اونا فقط دنبال تو هن. شهر هرس هم که نیست. از اینجا بعد خانواده‌ات مهم نیست. پلیس فقط با تو کار داره. فرزاد باید بری. چاره‌ای نداریم.
بیا بیرون. زمین خاکی. اینو تو زدی رو در خونه ما؟ آره؟ ایرادش چیه؟ لنگه همینو پیروز زدن در خونه ما. داداش جونت که میره زیر خاک. من فقط دادم جلو اعلامیه‌شو چاپ کنن، خواستم آمادتون کنم. جریان این پیامی که واسه من فرستادی چیه؟ خوشت میاد منو اذیت کنی؟ بابات گفتی؟ معلومه که نه. میخوای ما رو دیوونه کنی؟ این چه چرت و پرتیه واسه من فرستادی؟ چرت و پرت ها؟ من الان دارم از آگاهی میام. عین واقعیت رو بهت گفتم. حامد منو اذیت نکن. به روح وحید که اصلا ارزششو ندارید به خاطرتون قسمشو بخورم دروغ نگفتم. جرم اون داداش پوفیوزت الان قتل عمده. به بابا جونت بگو بره از آگاهی بپرسه. وایسا بابا، من واسه کار دیگه اینجا. فرزاد کجاست؟ نمیدونم. باشه ندون. از طرف من بهش بگو یا مثل بچه ها در میاد خودشو معرفی میکنن یا خودم لخت مادرزاد از نونش میکشمش بیرون. من راه از سوراخ بیرون کشیدنشو خوب بلدم. حالا چرا انقدر خوشحالی؟ خوشحالم چون قراره قاتل داداشمو آویزون کنن. تو چرا اینجوری شدی؟ دوست داری چجوری باشم؟ بیام قربون صدقت برم؟ وقتی زیر پای داداشتو کشیدن و بعد 2 دقیقه جون داد مرد میام همین سوالو ازت میپرسم. میگم تو چرا اینجوری شدی؟ حامد من اصلا ببین دیروز هم بهت گفتم وقتی گرفتنش دنبال رضایت نه، چون رضایتشو از بابام میگیرم بیاد بیرون خودم دخلشو بیارم که به والله این کارو میکردم. حالا هم که میدونم میخوان ادامهش کنن یه بار دیگه بهت میگم دنبال رضایت نیایید، چون ما رضایت نمیدیم. خدا هم بیاد رضایت بخواد ما رضایت نمیدیم. اینو به ننه بابات هم بگو. سلام حامد جان. سلام. تسلیت میگم. سلامت باشید. بابا زود میای تو، من کارم واجبه باهاتون. سوریا جون با اجازهتون من دیگه میرم. خداحافظ. اما خواهد شما 2 نفر صاحب خونین. خونه جوونتون که 30 و چند سال زحمتشو کشیدید و الان زیر یه خروار خاک سرد خوابیده. من و احمد هیچ گلی به سرتون نزدیم. قرارم نیست بزنیم. ولی وحید دلسوزتون بود. نمیذاش خم به ابروتون بیفته. کسی که نه فقط داداش، بهترین رفیق من بود. الان کجاست؟ اصلا الان نه مامان. ما دیگه کی میتونیم وحید رو ببینیم؟ 1 سال دیگه، 10 سال دیگه؟ هیچ وقت.
ما دیگه هیچ وقت قرار نیست وحید رو ببینیم. بس چی حرفا رو میزنی؟ خواستم با صدای بلند بگم که یادم نره چه داغی رو گذاشت رو دلمون. داداش منو کشتن، الان قاتلش داره راست میچرخه. من به دادگاه و پاسگاه و پلیس کاری ندارم. خودم فرزادو گیر میارم. ولی تو رو خاک وحید. اومدن در این خونه خودشونو تیکه تیکه کردن، نباید رضایت بدید. خواسته رضایت بده. الان نه، چند ماه که گذشت نباید سرچی. پاشنه در این خونه رو کندن، از زجه مردن، نباید سرچی. مامان تا همین چند ساعت پیش با خودم قرار گذاشته بودم قاتل وحیدو خودم بکشم که به مرگ هر ستامون من این کارو میکردم. بعدش هم برام مهم نبود چه بلایی قرار سرم بیاد. اما الان دیگه لازم نیست من این کارو بکنم، چون همینجوری حکمش اعدامه. زبونم لال اگه یه روز بخواید رضایت بدید خودم میکشمش. به والله من این کارو میکنم. مامان بیا کن. ببین دیگه هیچ وقت قرار نیست پسرتو ببینی. نمیتونی بغلش کنی. هیچ وقت یادت نره. سلام. سلام. بفرم. نمیدونید برای چی اومدم؟ من الان میخوام بپرسم فرزاد کجاست. شما میخوای بگی نمیتونم. پس از این مرحله رد میشی. پای موشک بازی کردن یه تایمی داره، خیلی هم طولانی نیست. من جای شما بودم به عنوان یه پدر به بچم کمک میکردم، ولی نه از این مدل کمکی که شما داری میکنی با قایم کردنش فکر میکنی هواشو داری. در جریان باشی، فقط داری شرایطش سخت‌تر میکنی، چون من بالاخره پیداش میکنم. اون وقت میفهمی کاری که امروز براش کردی کمک نبوده، فقط درد سرشو بیشتر کردی. همه حرفم واضح بود. بله، ولی من واقعا ازش خبر ندارم. خوبه. با اینکه میدونم خونه نیست، ولی برای طی روال قانونی و حکمی که دارم باید خونه رو ببینم. چون دفعه قبل که اومدم جرمش قتل هم نبود، ولی الان اومدم دنبال قاتل. در ضمن حرفای امروز من یادتون نره که بعداً جای گلگی باقی نمونه. با اجازه. بفهمید. با اجازهتون. واو بادیکر.
اشکان بله کوشم پس دارن آماده میشم میان آنیه نیمد؟ نه بابا اینم شورشو در برده هی میره خونه میاد به خدا الان 4 روز نه بابا درست حسابی دیدم نه یه سر به کلوب زدم هی میره میاد اونم نگران خواهرشه دیگه ولی ما از زیر بوته نیومدیم ما هم کسو کار داریم شهر روز همان کردی؟ آره فقط گفت شب اتوبوس مستقیم نداره برای ارمنستان یعنی چی؟ گفت بیا تا تبریز اونجا سوار ماشین شه بیا تا مرز مثل که اون برای مرزم سواری داره میبره تا ایران خب ما اندایی میریم خونه فرزاد اینا داستان نشه که بعد بریم دیگه پاسپورتش خونه است بعد میگه مامانم اینا رو اگه نبینم نمیره خب بگیم مامانش اینا پاشم بیا اینجا پاسپورتش هم بیارم چه کاریه تو این اوضاع پاشیم بریم خونش چه میدونم میگه میخوام خونمون رو ببینم شاید آخرین باری باشه که دارم میرم اونجا این از که اینقدر عاطفی شد اشکان فرزاد ممنوع خروج نباشه نه تازه صبح فهمیدم چی به چی داد سرا نرفتی که هنوز چه عجب خانم تشریف آوردن فرزاد تو نشین تو ماشین چرا؟ بری تو صندوق بهتره واسه چی صندوق؟ من داریم میریم سمت محل ماشین همین تابلو ما خودمون تابلو الان همه تو محل فهمیدن کی دنبال کیه اتفاقا ببینم ما همه با همیم تو نیستی فکر میکنم هنوز گم و گوری دیگه اینجوری بهتره بالاخره که چی؟ داریم میریم در خونه فرزاد دیگه راجبه اونم حرف زدیم فرزاد کوچه پشتی که میخوره به اون خونه خرابه پیاده میشه از پشت اون همسایه میره خونه شاین درست میگه بره تو صندوق جاش امتر کجا میری؟ برم یه پتو بیارم بندازم زیرش فرزاد دقیقه بیا حمید یه ماشین روشن کن بریم پیدامون کردن حامد رفیقه وحیدن یاد که این هانی رفت محل اومد کور نیستن که میبینن دیگه چی میگی تو هی؟ شماها بیرون نرفتین؟ نگار بیرون نرفت؟ نه اندازه تو شاین علکه گردن من نندازا گردن تو هست بابا بی خود تو واقعا نمیفهمی یا داری ادا در میاری فقط باید به خودش فکر کنه بقیه رو بده بالا درخت بسته دیگه نگار تو هانی پیاده نشی مال چیزی میگردی؟ آره دنباله هرمزاده میگردم نیدیش؟ نه این بری میره؟ چک میخوری یا کجاست؟ کی کجاست؟ ببین حمید خودتو به خریت نزن خوب میدونی دارم چی میگم مگه امروز پیشش نبودی؟ یه دستی میزنی؟ لازم بشه 2 دستی میزنمت
به ارواح خاک وحید واسه پیدا کردن فرزاد اگه مجبور بشم این وقت شب تو خیابون 5 تا از رفیقاشو بکشم میکشم. تو جیبمون که قایمش نکردی، میبینی که با ما نیست. تو بشین تو ماشین تا ماچت نکردم. عاقلشون تویی. بدون خون ریزی بگو این رفیق جونت کجاست؟ ما فرزاد از روز تصادف دیگه ندیدی. نه دیگه نگو تصادف. از امروز اسمش عوض شده قتل عمد. باشه از اون روزی که ندیدیم. بوق نزن بابا. نمیبینی راه بسته از کوری؟ از خبر نداری ازش؟ هیچ خبری ندارم. ببین اشکام وحیدت تو بعدش نمی اومد. میگفت لای اینا تو از همه آدم تری. منم تا حالا بهت بیادبی نکردم، نذار بعد از اینم بکنم. بگو فرزاد کجاست؟ نمیدونم. بگو به روح مادرم. روح مادرم. گوشت داره زنگ بزن بهش. خاموشه. از اون روز تا 100 بار زنگ زدم خاموشه. یه بار دیگه بزن بهش، ساده یه بار. ببینم. بزن رو اسپیکر. یه صندوق وا کن. با تو هم آقای راننده بیا صندوق وا کن. بادیکر